معرفی نامه پرچم حزب عدالت و برابری افغانستان. عنوان: معرفی پرچم نمادین حزب عدالت و برابری افغانستان. مقدمه: پرچم به عنوان نماد هویت و آرمان‌های یک حزب از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. حزب عدالت و برابری افغانستان نیز با طراحی پرچمی خاص تلاش کرده است تا ارزش‌ها و اهداف خود را به صورت بصری و نمادین به نمایش بگذارد. در این معرفی نامه به تحلیل عناصر تشکیل دهنده پرچم این حزب و مفاهیم نهفته در آن خواهیم پرداخت. رنگ‌ها و نمادها. رنگ قرمز. رنگ قرمز در پرچم حزب عدالت و برابری نماد عشق، شور و اشتیاق به تغییر و تحول است. این رنگ همچنین نشان دهنده مبارزه با بی‌عدالتی، ظلم و ستم است و به نوعی نماد انقلاب و مبارزه برای آزادی محسوب می شود. رنگ آبی. رنگ آبی در این پرچم نماد وفاداری، صداقت، اعتماد و مهربانی است. این رنگ نشان دهنده پیوند عمیق حزب با مردم و تعهد آن به خدمتگزاری به جامعه است. آبی همچنین نماد آسمان و امید به آینده‌ای بهتر است. ترازو در مرکز پرچم نماد اصلی و بارز عدالت است. این نماد نشان می‌دهد که حزب عدالت و برابری عدالت را به عنوان مهمترین ارزش خود می‌داند و برای تحقق آن تلاش می‌کند. ترازو همچنین نماد تعادل و توازن بین حقوق و وظایف افراد جامعه است. شاخه‌های گندم. شاخه‌های گندم در اطراف ترازو نماد فراوانی، برکت و آبادانی است. این نماد نشان می‌دهد که حزب عدالت و برابری برای ایجاد یک جامعه‌ای آباد و پربرکت تلاش می‌کند و به دنبال رفع نیازهای اساسی مردم است. تفسیر کلی: با توجه به عناصر تشکیل دهنده پرچم حزب عدالت و برابری افغانستان میتوان گفت که این پرچم نمادی از یک حزب عدالتخواه، مردمی و امیدوار به آینده است. رنگ‌های قرمز و آبی نشان دهنده شور و اشتیاق به تغییر و تحول و همچنین وفاداری به مردم است. ترازو به عنوان نماد اصلی بر اهمیت عدالت تاکید دارد و شاخه‌های گندم نماد فراوانی و آبادانی است. در مجموع این پرچم بیانگر آرمان‌های والای حزب عدالت و برابری افغانستان برای ایجاد یک جامعه‌ای عادل، آزاد و آباد است. نتیجه گیری: پرچم حزب عدالت و برابری افغانستان با بهره‌گیری از نمادهای ساده و پرمعنا موفق شده است تا هویت و ارزش‌های این حزب را به صورت بصری و قابل فهم به نمایش بگذارد. این پرچم نه تنها برای اعضای حزب بلکه برای همه مردم افغانستان می‌تواند به عنوان یک نماد امید و انگیزه برای آینده‌ای بهتر تلقی شود.